بسم الله و الحمد لله. اما بعد، چرا جوانان مسلمان این گونه شدند؟ چرا لباس، عقل و دل همه متعلق به کفر شده است؟ به خاطر جای و منصب جنگ و دعوا میکنند، اما به خاطر الله جنگ و دعوا نمیکنند. به خاطر کار و بار دنیوی عصبانی میشوند، اما به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم عصبانی نمیشوند. دعا میکنند تا امور دنیویشان ترقی کند، اما دعا نمیکنند که مسلمانان پیروز شوند. کجاست دین ما؟ کجاست عقل ما؟ پس کجاست غیرت برای دین و نشر و پخش توحید؟ کجاست نشرات تو نسبت ابوبکر، عثمان، علی، عمر، خالد، مصعب رضی الله عنهم؟ در امور دنیا و اخبارات کفار معلومات کافی دارد، اما نمیداند که خالد ابن ولید رضی الله عنه در جنگ مؤتة چقدر شمشیر شکسته و صلاح الدین در ختین چه انجام داده و ابن تیمیه با مغول چه کرده. ولی نمیداند پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد به سرش چه آمده. کجاست دین؟ کجاست محبت؟